ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии тоҷикистон Кароматулло Мирзоев ишқи сархӯр дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 8. او سری گوری مادر رفته بود، در یک حوضچه آب هم گرفت. شنیده بود که زن بمیرد و شوهرش پس از سری وی خانه‌دار شود. از رشک او در گور الاو گرفته می سوخته است، خاکستر می گشته است. انا در همان لحظه ها جگرسوزی لازم بوده که به بالای گورش آب ریزد، آبی سردی سرد. به خیال صنم مادری او از دخترکش دیده جگرسوزتری دیگری نداشت. پدری صنم باز زنی گرفت که همیشه با مادری وی در جنگ و جنجال بود. عیبی کی؟ عیبی خاله گلریز. اما دیگران می گفتند که مادری او هم گناهکار. به قول آنها از چله و 4 ماهگی با هم ناساز. خرد بوده اند و دشمنی همدیگر، روی کنی و موی کنی، مثلی که مالی پدر بینشان تقسیم نشده. به درجه ای که سایه یکدیگر را از در و دیوارها کندن می خواستند. در جایی که یکی نشیند دیگری از آن جای پرهیز. به هر حال صنم عیب را به گردن مادری خودش نمی گذاشت. عیب خاله گلریز. او با یک مادری صنم نی، با بسیار زنهای دیگری هم در جنگ و خرخشه جادوگری می کرده است. پیش فالبین و ملاهای علمگر می رفته است. دوگانش یک جوگی از دره بچیتان. خسی 4 راهه پیاز و پری مرغ دود می انداخته، کله گنجشک و دومی سگی سیاه یافته به گورستان برده در سوراخی گوری می پرتافته است، با نیتی که آدمی بد می دیده او بمیرد. باز چه کارهایی نمی کرده آدمان از وی دلگزان. باز از شوهر برآمده است و هوشش به پدری صنم. شاید برای همین بوده که تهلی جنگ و جوشش را با مادری صنم ته کرده یکسو مانده به او خوش آمدگو شد. از تگی پوستی وی در آمده به خانه آنها پای تازه کرد. درون دراز شده تیشه بریشه زندگی آسوده مادری وی زد تا شوهرش را از خود کند، از او نقار ستاند. بعد به او گوید که انا دیدی زمیره، من به تو چی کردم؟ با من بازی مکن، روزت را سیاه می کنم، من گلریز. با پدری صنم ساز آمد، شیر و قیماق، عاشق و معشوق. تا مادری صنم همه این را فهمید، قریب خانه کلید شد. عقلش به سر زد و تیاق و دنگل گرفت، به سری بیوه گلریز دوید. زده او را از در و دیوارها بیرون کرد. ایزی پای و قدمش را روفت. از روی تعامل از پسش ستیل ستیل آب پاشید. دلش خنک نشده گفت انایو بیوه من چی خیال کرده است؟ دیوانه را به خر سوار کرده است. باز شوی من از خود کردنی بوده است. حل نکرده است.
من زنده نمردم، خانش می سوزم، فهمم که من همان ضمیر دشمنی جانی وی. می گویید که بعد گلریز دمی درون گشت، دمی مادری صنم را سر داد؟ نه، دشمنی اشدیش شد، در همه جا جار انداخت که اگر دولت مرادی شوهری آچه صنم را نگیرد، یک دستش نه، هر دو دستش بیرون از خاک. صنم کوزچه آبی سرد را به سری گوری مادر ریخت و با او به گپ در آمد. آچه جان، آچه جان، از درون گور به خیالش صدا آمد. جانی آچه، تو صنم جانی؟ ها آچه جان، من صنم. ددم زن گرفت. صدایی از مادر نشد. به خیالی صنم با شنیدنی حرفی ددم زن گرفت. گوری مادر لرزید، چپه و راسته شد، علاو برآمد از گور. کی را گرفت؟ آوازی مادر می لرزید. گلریزم. خانه سوخته. همین حرفی به پدرش دخلدار را صنم از زبان مادر شنید و او دیگر به سخن نآمد. گویا لحظه جان به بدنش آمده بود و از تنش رفت، باز خاکی زمین گشت، به مرده های 100 ساله برابر. گوریستان ماند و گوری مادر و صنمی تنهایی زار و شبی تار. به آچه، آچه جان گویی های او جوابی نی. دخترک سوخت می گریست، باز ناله، ناله جگرسوز. آن به گوشی باز همانهایی می رسید که خانه هایشان بربری گورها بودند. آدمان آمدند، یکی او را به بغل گرفت، وی را به خانه اشان بردند، ولی دروازه اشان روست. هرچند صدا کردند دولت مراد، دولت مراد، فریاد زدند، از حولی ندای نمی آمد. البته دده جان گویی های صنم و گریه هایش به گوشی پدر می رسید، لیکن گلریز او را سوگند داده که دیگر صنم را دخترم نگوید. مردم ناامید به خانه هایشان برگشتند. کمپیری سالی هماه صنم را به خانه اشان برد، اما صنم با او خوابیده نتوانسته، در دل شب از برش آهسته برخاسته، باز به پسی دروازه شان آمد. سحر شده، آفتاب رخ نمود. صنم که در پس دروازه شان خواب بود، با گشاده شدن یک طبقه آن بیدار شد. چشم گشاد، پدرش دستی ماهروی و مهینه را گرفته از دروازه می برآمد. روح و جانش تازه شد. به خیالش روبرویش آفتاب می تافت. از شب باز در پس دروازه دده جان گفته آوازش گرفته. خیریت جان دستگیرش پدر پیدا شده. دده
دده جان، آچه جان کنی آچه جان. با دل و جگری بریان بندی پایهای پدر را آغوش نمود. دیدگانی پر آبش را به لباسهای او مالید. دلی کودک پر علم. دیدی کو آچه جانت مرد. پدر با درشتی افزود. وی را گورستان بردیم، گور کردیم. تو دیگر آچه نداری، تو دیگر خانه ندارا، خانه خالت رو. من دده جان خانه خالم نمی روم. من قطعی شما خواب می روم. من شما را دوست می دارم. در خوابم آچه دیدم. گفتن که دده جان تا تنها نمان. من خانه آچه صاحب می شوم. گلریز را نمی گذارم. دختراشم می زنم، می کشم.